خوش کمی گپ زن. چی گپ هست؟ من عاشق شدم اکا. چی؟ عاشق شده ای؟ ها. ایها مبارک شود. خوش کنی گپ زن. کی هست اون خوشبخت؟ یک همسینفم. همسینفت؟ او هم تو رو دوست می دارد؟ حالا او خبر ندارد. خبر ندارد؟ سسته. گوش کن. همین که سحر به درس رفتی، اولین کاری که میکنی رفته در پهلویش میشینی. بعد شیشتن لحظه با چشمونش نگاه کرده میگویی من عاشقتم، دوستت میدارم، هر چیزی که در دلت هست میگویی. بعداً راضی بودن و نبودنش معلوم میشود. ولی رفیقانم میگویند که تو هیچگاه او را به خودت مایل کرده نمیتوانی. گوش کن. هیچگاه گوش نکن انسان‌هایی را که میگویند نمیتوانی. حتی نزدیکترین رفیقانت را هم. انسان‌ها وقتی که خودشون یگان کار را انجام دادن نمیتوانند، فکر میکنند تو هم نمیتوانی. نفهمی؟ از این رو به گپ هیچ کس اهمیت نده. فقط قلبت را گوش کن. قلبت را. مجنون. فهمیدی؟ بله. رحمت اکا. خوش. چی شد؟ دختر راضی شد یا نه؟ گفتش نتوانستم. برای چی؟ ترسیدم اکا. ترسیدی؟ از چی ترسیدی؟ از نگفتنش ترسیدم. آخر نپرسیده از کجا میدانی که نمیگوید یا ها؟ فکر کردم یکی قبول نکند. بگذار چیزی هست در دلم موند اکا. گوش کن. آمدن هیچ کس در زندگیمان به حکمت نیست. یا می شود همسفر زندگیمان، یا می شود درسی زندگیمان. اما برای این را فهمیدن باید جرأت کرده در رویش گویی که دوستت می دارم. آخر یکی نگوید اکا. گوش کن. نگفتنش را شنیدن بهتر است از آن که تا آخر عمرت افسوس میخوری که برای چی جرأت کرده در رویش نگفتم که دوستت میدارم. میفهمی؟ من که مثل تو جرأت نکردم، حالا او شوهر دارد. خدا خواهد به نزدیکی صاحبی فرزند میشود. این زندگیمونه یه سفره خالی کف خونه. این زندگیمونه با ما کسی جز ما نمیمونه. هر روزمون اینه آینمون حتی ما رو نمیبینه. هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه. روزا هلاک نون، شب نون زدن تو خون، بیرون و تو زندون. این زندگیمونه چاقوی تو مشتم،
مونیسا چند وقت باز من میخواستم یک گپی مهم رو به تو گویم. من تو رو دوست میدارم. انا همینش بهتر است. اومدی؟ ها آمدم. چی بود از گپی مهمتان؟ مونیسا چند وقت باز من میخواستم یک گپی مهم رو به تو گویم. گوش میکنم. هیچگاه گوش نکن انسان‌هایی را که میگویند نمیتوانی. حتی نزدیکترین رفیقانت رو هم. من که مثل تو جرأت نکردم، حالا او شوهر دارد. خدا خواهد به نزدیکی صاحبی فرزند میشه. من تو رو دوست میدارم. شما جدی میگویید؟ ها تو چی فکر داری؟ راستش را گویم من از نگاهی اول شما را دوست داشتم. لیک جرأت نمی کردم که گویم. چرا درسی محبت یاد دادی؟ چرا خود را به چنگ باد دادی؟ په 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 گذشتی از برم چون گرد باده، جوانی مرا برباد دادی. سلام اکا جان. سلام. آمدی؟ خوش کو گپ زن. چی نویگری؟ نویگری ها بسیار. از کدامش سر کنم؟ از کدامش که دلت میخواه. او راضی شد. کی؟ همسینفم مونیسا. راضی شد؟ چقدر راضی شد؟ باور نمیکنید اکا، او همه را پنهانی دوست می داشته است. نخواد. بله، از زبانی خودش شنیدم. انا این گپی دیگر. لیکن گوش کن، یک چیز را فراموش نکن. دوست می‌دارم گفتن مشکل نیست. تا آخر وفادار ماندن و در همه پستی و بلندی زندگی در کنار هم ماندن مشکل است. میفهمی؟ با نشود که با اندک مشکلی او را ترک کنی. وعده میدیم اکا، خوشبختش میکنم. وعده که دادی
باید چیکار کنی؟ وفا کنی. کوشش کن هیچگاه دلش را نشکنی و یک چیز دیگر را فراموش نکن که او هم دختر یک مرد و خواهر یک برادر است. میفهمی؟ از این رو هیچ وقت به حیثیاتش بازی نکن. وعده میدیم اکا، خوشبختش میکنم.